اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، حاضران محترم، این لحظه ما و شما جنازه دو گلی نوشکفته که حالی مثل نرگس بر این ناشکفته بودند، یکی از اینها یعنی 16 ساله، 15 تقریبا 16 ساله و دیگری ای شاید چند ماهه باشه، 7 ماهه، یعنی که دو گل، دو طفل، دو جوانه که از جهان چیزی نادیده رفتن جنازه میخوان. انا لله و انا الیه راجعون. ما همه بندگان خدا هستیم. در این دنیا یک مدت اندک، یک مدت وقت و فرصت داریم و آخر این چنین کفن پیچان از این دنیا به سوی آخرت بازگشت داریم. در حالت مصیبت ما و شما فقط این قدر اجازت داریم که این جمله را تکرار کنیم: انا لله و انا الیه راجعون. ما همه از آن الله هستیم و همه آخر به سوی الله بازگشت داریم. در اصل وقتی که انسان این دو جمله را به سوی معناش فکر کنه و نظر کنه، باید حیات عمر در عبادت بندگی الله گذرانه. چون که انا لله، ما همه بندگان الله هستیم. ما را الله برای عبادت بندگی خودش خلق کرده است و آخر همه به سوی پروردگار بازگشت داریم. ببینه چشد هر نفس آخر شربتی مرگ، ز هر نخل بریزد عاقبت برگ. آخر هر یک انسانی شربتی مرگ، شربتی تلخی مرگ می چشه. کل نفس ذائقة الموت. تمامی دارنده نفس، هر چیزی که جان داره شربتی مرگ می چشه. ثم الینا ترجعون. رب العالمین میگه بعد از اون به سوی ما بازگشت میکنه. یعنی بازگشتی به سوی پروردگار همین است. در نظر ما فقط یک سان پیچانده در درونش یک جسدی بیجان میبینیم، اما این سفری به سوی پروردگار بازگشت. برادران عزیز، و همین خاطر ما و شما باید که از مراسم و مرگ و جنازه این دو گلی ناشکفته درس بگیریم. برای ما پند باشه، برای ما عبرت باشه، برای ما درس باشه که ای انسان بس است در غفلت عمر گذرانده. خوب تا امروز عمرهای ما در غفلت گذشت، فقط از پس دواده و فکر و کار و بار دنیا و زندگی و خواجگی ذره بار هم فکر مرگ نکردیم، فکر عبادت و بندگی نکردیم، فکر آخرت نکردیم، فکر سوال و جواب نزد الله رب العالمین نکردیم. بله بیادی حق و اما به دل اندوه زر دارم، زی فکری حاصلی دنیا همه خونی جگر دارم. نه از محشر مرا یاد و نه از عقبی خبر دارم. یک بار فکر نمی کنیم که بعد از اینه که در سان سفید ما را پیچاندن، بعد از اینه که ما به سوی پروردگار بازگشت میکنیم، حال ما چی باشه؟ آیا الله ما را قبول داره یا نداره؟ آیا زبان ما برای جواب منکر و نکیر گویا میشوه یا نمیشوه؟ وقتی پرسیدن من ربک، ما دینک، من نبیک، ربت کی هست؟ کی را بندگی میکردی؟ بنده نفس بودی؟ بنده شیطان و دنیا بودی یا اینکه بنده الله رب العالمین؟ انسانی که بندگی کرده باشه برادری بزرگواری من جواب گفته میتونه. هر انسان جواب گفته نمیتوانه. هر شخصیت نمیتونه بگه ربی الله. و چی خاطر؟ به خاطر دلیل و حجت لازم است، بندگی لازم است. کنه عبادتت، کنه نمازت، کنه تقوا و خدا ترسید. به خیانت آمدی، به جرم و گناه و کبر و غرور آمدی. برادری عزیز و بزرگواری من، ببینه تو شخصیتی که گلی ناشکفته در اصل چقدر دلهای سنگ داریم. باید ما این لحظه ناله کنیم. دلهای ما را گناه سنگ گردانده است، تاریک و سیاه گردانده است. ببینیم شخصیت هایی که از دنیا چیزی ندیدن، مثل گلی ناشکفته و سینه چاک به دل خاک رفته ساده. مولانا میگه کشا بحر خدا دو چشم عبرت. چشمهات اوی که بس از کوری، بس از بی‌پرواگی، بس از نااهمیت دادن. کشا بحر خدا دو چشم عبرت، ببین در خاک درهای نبوت.
کجا شد سروری اولاد آدم؟ کجا شد احمدی محمود خاتم؟ کجا شد عامه معراج اخلاق که آخر رفت به زیر پرده خاک؟ کجا شد عاشقان سینه بریان؟ کجا شد عارفان دیده گریان؟ کجا یوسف رخان ما پیکر؟ کجا شد صفشکن شیران سرور؟ کجا شد عالمان بحر دانش؟ اینقدر عزیزا دوستای خدا کجا رفتن؟ یک بار پرس پدرت کجا رفت؟ مادرت کجا رفت؟ یار و دوست و برادرت که در کنار دست او کجا رفت؟ انمو سفر برای تو هم هست، از پیش است برای برادر عزیز بزرگواری من. این برای ما با یک درس باشه. خدا از غفلت بیدار کنیم، اینقدر خدا در دنیا نبخشیم، اینقدر لحظه های عمر در خواب و غفلت نگذرانیم. والله قسم حسرت داره، پشیمانی داره. آخی این لحظه ای که در درونی آوردن دلت پر حسرت میره. چوه نکردم، چوه ذکر نگفتم، برای چی بندگی نکردم، برای چی خدمت از غفلت بیدار نکردم. برادری عزیز و بزرگواری من، بیاییم ما از این مراسم، از این جنازه درس بگیریم. یک نوع زندگی کنیم که اون لحظه ای که از دنیا میرویم به سر بلند باشیم، بر روی سفید باشیم، با آبرو باشیم، الله ما را قبول داشته باشه. نگوم تاز الیوم ایها المجرمون، ای گناهگار، ای خیانتکار، ای جنایتکار، ای نافرمان بردار، از بین بنده های من گم شو، بیرون شو. نگه پروردگار میگه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، مگر بیا پروردگارت قبول داره، از تو راضی است. رب العالمین چرا در بندگیش قبول داره. مرگ مصیبت نیست، عروسی بود نوبتی ماتمه، گرد نیک روزی بود خاتمه. لحظه اگر خوشبخت باشی مصیبت نیست برای تو، جنت رفته ساده، نزد محبوب و ذات الله صاحب رفته ساده. اگر صالح باشی ز هجران طفله که بر خاک رفت، چینالی که پاک آمد و پاک رفت. تو پاک آمدی بر حذر باش پاک، که ناپاک رفته ننگ است بر پاکیزه آمدی. چقدر هوشیار باش، چقدر بر حذر باش که ناپاک رفتن بسیار بد است، بسیار برای انسان تلخ است، سخت است والله قسم. برای برادران عزیز و بزرگوار من، وقت زیاد نگیریم، صحبت دراز نکنیم، باید این مراسم جنازه برای ما درس باشه. هر روز جنازه میخوانیم، هر روز زی گوش خیش میشنوی که آن فلان نمان، فردا به گوش دیگران خبرت هم رسیده نیست. از که عمر رضی الله تعالی عنه مقاله داشت، میگه عمر هر روز میفهمی که فلانی مرد، فلانی مرد، فلانی مرد. این را انیق بودن که یک روز دیگر نامی تو را میگیرن، میگن عمر مرد. یک روز دیگه حتما نامی تو در زبان مردم گرفته بشود، فلانی مرد. برای همین این لحظه باید پیش از اینکه اون مرگ به سراغ کنه، جناب پیامبر میگه همیشه آماده و تیار برای مرگ باش. یک لحظه نه لحظه دیگه به بالا. دیگر اینکه بالای انسان دو حق است، حق الله و حق العباد. یکی از اینها طفل هستن، اینها یعنی از این دو حق آزاد هستند. دیگرش برادر عزیز، برادری که 15 تا 16 ساله وفات کردند، اینها یعنی به بلاغت رسیدگی هستند. اگر این برادر مو از کسی قرضدار باشه، به حجت و شاهد بیاید یا به یعنی عنوان امانت چیزی گرفته باشه، وارثاش هستند ان شاء الله که ادا میکنه. دیگر اینکه در دوام زندگی یار و دوستا خویش تباره کسی را آزار داده باشه، یگان سخن ناجا گفته باشه، کسی را ناراحت کرده باشه، خواهش میکنیم ببخشید. این سفر خیلی سفری خطرناک است، خیلی سفری دور و دراز است. پروردگار بخشنده ها را دوست می‌داره. دعا کنیم پروردگارا سفری دور و دراز این دادر ما را سهل و آسان بگردان. پروردگارا مرگ غریبی را براش مرگ شهادت بگردان. رنج عذابی که در بیماری کشیدن پروردگارا سبب کفارت گناه ها و رفع درجات بگردان. پروردگارا قبرش را باغ از باغ‌های جنت بگردان. پروردگارا از حیات دنیا چیزی ندیدن، آخرتش را آباد بگردان. پروردگارا در برابر مصیبت
برای اهل بیت صبر جمیل و ثواب بزرگ نصیب بفرما. زبانش برای جواب گفتن جواب منکر و نکیر گویا بگردان. پروردگار جمعیت ما را از خواب غفلت بیدار بگردان. اون قرائتی که پیغمبر بزرگوار گفتن برای این جمعیت نصیب بفرما. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه مولانا محمد و آله و اصحابه اجمعین.